سلام به ساتیا باف، خوش اومدین دوستان. امروز میخوام نکته ای رو براتون بگم که خودم به شخص کمتر جایی دیدم ازش صحبت بشه. مسئله تفاوت این دوتا بافته. میبینید هر دوشون با پای کوتاه بافته شدن. نخ هر دو یکسان بوده، ضخامتش یک رنگ بوده و هر دو هم با یک شماره قلاب بافته شدن، اما توی بافت با هم تفاوت دارن. همطور که میبینید این یکی مرتب تره، این دونه هاش به شکل مربعی کنار هم و البته که یه خورده ضخیم تره و شق و رق تر هم میسته. من فکر میکنم به همین میزانی که ضخیم تره دوام بهتری هم داشته باشه. خب حالا توی بافت براتون توضیح میدم که تفاوتشون چیه. ببینید این کفی کلاهو من به همین روش معمول خودمون بافتم. پای کوتاهی که همه یاد گرفتیم رافیا رو باهاش ببافیم و همه کلاهامون رو همین شکلی میبافیم. یعنی چی؟ یعنی قلابو برای پای کوتاه از زیر گندمی رد میکنیم، نخ میگیریم میاریم بیرون و پای کوتاه همونو میزنیم. درسته؟ این پای کوتاه عادی ماست. اما برای اینکه این مدل رو ببافیم یه خورده نحوه کار فرق میکنه. اینجا به جای اینکه بریم زیر این گندمی دونه بگیریم بیاریم بیرون، میریم داخل این دونه پایینی، نخ میاریم بیرون و پای کوتاه همونو میبافیم. پس به جای اینکه بریم اینجا این دونه رو در نظر میگیریم، میبینید یه حالت قلب یا هفتی طور داره. قلاب رو باید توی دلش فرو کنید، نخ بگیرید بیارید بیرون و پای کوتاه رو ببافید. یه خورده مشکل تر بافتش، ممکنه به دستاتون اوایل فشار بیاره، زمان بیشتری میبره نسبت به بافت عادی، اما از نظر من ارزششو داره، چون نتیجه نهایی هم زیباتره هم شق و رقتر. میدونی اون حالت توری که پای کوتاه عادی به همون میده رو این دیگه نداره. میبینین یه جوریه که من دستم رو از پشتش میتونم ببینم توی پای کوتاه معمول، اما توی این یکی اینجوری نیست، اصلا پشت کار رو شما نمیبینید و تفاوت دونه ها رو توی بافت در نظر بگیرین. حالا اینا به این روش بافته شده و از اینجا به قبل و همون روش معمولمون. من یه ذره بیارم اینو این ورتر، باز ببینید اینا به روش جدید بافته شده، این چند تا دونه، و این یکی ها با همون روش قبلیمون. خب امیدوارم که این نکته براتون مفید بوده باشه. تو ویدیو بعدی میبینمتون.